الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبی بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لله تعالی. اما بعد، امروز هم که باشد عزیزان دل، در بابت یک حدیثی که به من شما رابطه به قرآن چگونه او را آموختن و به دیگران او را رساندن، پیامبر اسلام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به من شما خبر میدهد، خواستم به شما برسانم. این حدیث را داماد پیامبر حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه زیبا بیان میکند. معنی حدیث چنین است: میگوید پیامبر گفت بهترین شخصا، یعنی شما نگاه کنید در روی زمین چند مسلمان هایی هستند که بالفرض کردیم 2 میلیارد یا 3 میلیارد مسلمان هستند، لیکن بهترین اینها را پیامبر شخصانی را نامبر کرد که اونها قرآن را تعلیم میگیرند و اون را به دیگران میرسونند. عزیزان دل، ما خواستم در این اطراف این حدیث کمی یک دو صحبت داشته باشیم. این که امروز بعضی از برادرها و بعضی از خواهرها الله توفیق شده است در دلشون محبت قرآن خواندن جاری کرده است، لیکن کمی از قرآن یک چند خواندن یاد بگیرند، دیگر اون دوام درست خواندن قرآن را کنار میگذارند و از پیش خودشون همون قرآن را خطا خواندن چکار میکنن؟ اختیار میکنن. ملعصف این بسیار خطاگی کلانی است که در جامعه بسیار دیده می شود. شما اولا کوشش کنید برادران عزیز، خواهران مهربان، شما در دنیا وقتای جدا کنید برای خودتون که برای تعلیم درست خواندن قرآن اولا از پیش یک طالب علم چکار کنید؟ با مزید یاد بگیرید و به دیگران برسانید. بالفرض کردیم اگر همین مادر مدرسه فرزنده، وقتی که مادر قرآن را به طریق درست خواندن را نمیتوند، همو تا خطا به فرزندان خود تعلیم میدهد، فرزندان او بالفرض کردیم 3 فرزند دارد یا 4 فرزند یا 5 فرزند، همه اونها همون طوری که مادر اشتباه میخوند اونها هم همون تا حفظ میکنند. به همین خاطر کوشش کنیم امروز دیگر جای بگیم که یگام عذر باقی نمونده است، به خاطر به هر طریق انسان مسلمانی واقعی میتونه که یک وقته که برای خود جدا کنه طرز درست خواندن قرآن رو یاد بگیره. عزیزان دل، شما کمی بشینید به خود اندیشه کنید. شما یک پیام از راه دور وقتی بسیار مهم باشد، شما اون رو اونقدر با دقت میخونید، نظر میکنید. شما بس اندک فکر کنید که این کلام الله هست، کلام بشر نیست. این به همین خاطر علما میگویند که اگر بخواهی الله به تو سخن بگوید، تو به قرآن نظر کن، قرآن را با مطالعه درست. وقتی که ما قرآن را درست خواندن شکی یاد گرفتیم، در شأن این حدیث پیامبر من شما بهترین شخصا داخل میشیم. یعنی که گفتم که پیامبر گفت بهترین شما کسانی هستند قرآن را درست تعلیم میگیرد و به دیگران میرساند، این بهترین شخصا است. لیکن ما وقتی او را خطا از پیش خود یاد میگیریم، قطعی یاد نمیگیریم و با دیگران که او را هم تا خطا درس میدهیم، از اون حدیث من شما بهره مند نمیشیم، بهترین شخصا شامل نمیشیم، به خاطر که ما کلام الله رو داریم خطا میکنیم. امروز اکثریت ما این حالت داریم. به این خاطر کوشش کنید که در زندگی وقتای جدا کنید و طرز درست خواندن قرآن را طبق تجوید یاد بگیرید. الله متعال همه من شما را از این طرز درست خواندن قرآن و از